سلام، وقت همگی بخیر. به دوستایی که تازه چینل ما رو سابسکرایب کرده خوش آمدید میگم. امروز میخوایم یک کیک اسفنجی آماده کنم. با هم میریم آماده میکنیم. 3 تا تخم مرغ گرفتم، یک پیمانه شکر. ایره خوب هم میزنیم تا که رنگ کرمی رو به خود بگیره و یک بافت تولید بکنه. 1.5 قاشق غذاخوری وانیل، پودر وانیل استفاده کردم. اگر شما همزنی دستی داشته باشین هم میتونین، فقط یکی باید بیشتر هم بزنین که تا هم بافت خود بگیره مواد ما، همچنان رنگ کرمی ده خود بگیره. این مرحله خیلی مهم است. حال روغن اضافه میکنیم، 1 گلاس یا 1 پیمانه. روغنی که اضافه کردیم هم میزنیم که فقط میکس شوه، زیاد هم زدن لازم نداره. حالا ماست اضافه میکنیم، از این ماستای معمولی 2 قاشق غذاخوری. ماست هم نیاز نیست که زیاد شما هم بزنین، فقط میکس که شد همین اندازه کافیه. هرچی زودتر موادتان داخل فر بره بهتر است که همو بافتش از بین نره. آردی ما رو 3 مرحله اضافه میکنیم. آرد حتما باید ایلک شوه، آرد یک دفعه اضافه نمی کنیم. بیکینگ پودر امرای آرد یک جای ایلک میکنیم. اگر همزنی دستیتان بهتر باشه که خیلی خوبه. همزنی من خیلی حالش خوب نیسته، یک ذره وقت گیر است. با این همزنتان حتما بهتر باشه که تا کارتان راحت تر شوه. من قبلا 2 قاشق غذاخوری پودر بیکینگ پودر اضافه کرده بودم، یادم رفته بود که فیلم بگیرم مرحله را، فقط نشان دادم. به من اندازه هم میزنیم که 1 دست شوه، زیاد هم زدن لازم نداره. مواد ما 1 دست شد. ولی قالبی که از قبل گرم کردیم و قبلا زیرش چرب کردیم به قالب اضافه میکنیم و قبل از اینکه قالب داخل داش بگذاریم، داش ما باید 180 یا 170 درجه گرم شده باشه. بافت میبینین دمی اندازه درسته. حالا مواد در قالب ما اضافه میکنیم، مواد 1 دست میکنیم. خوب شورک میدیم که زیرش خالیگاه نمانده باشه. اگر حباب و اینا داشته باشه حبابش هم میگیریم. با یه کاکائو یا پودر کیک تزیین میکنیم. کیک ما تزیینش هم شد. فیریم خیلی خرد است. فیر شما کلان باشه کیکتان خوبتر میده. این مرحله 1 دفعه امتحان میکنیم که کیک ما پخته شده باشه مغزش با یه چوب. در مرحله اول خیلی مهم است که 30 ثانیه را باید اصلا 30 دقیقه اول در فیر باز نکنین. کیک ما پخته شده. اگر خوشتان آمد دوست داشتین حتما چینل ما رو سابسکرایب